این دو موضوع اما قسم که شما آگاه هستین موضوعات اساسی است که برای جانب ما موضوع ارزشی است. مجموعه ارزشی و از لحاظ ساختاری از هر دو لحاظ برای ما به نهایت مهم است، برای مردم شریف افغانستان مهم است و برای چگونگی بهتر پیشرفته تمام امور در حدود امور مجموعه ارزشی و ساختار نیاز است که دقت بیشتر شود. ما از این آگاه هستیم که مردم شریف افغانستان توقع دارن که هر قدر زودتر گفتگو به نتیجه برسن. ما هر لحظه از تقاضایشان آگاه هستیم و او بار سنگین این مسئولیت هر لحظه همکارایم که دو نفرشان اینجا حضور دارن، زرمتای صاحب و طالب صاحب، دکتر صاحب طالب و متباقی همه او بار حس میکنیم. به مو دلیل است که مسئولانه تلاش داریم، بحث میکنیم و گفتگو را به پیش میبریم. چیزی را که نیاز است چگونگی به پایان رسیدن بحث سر دو موضوع اساسی را که من گفتم خدمتتان، مجموعه ارزش‌ها و چوکات ارزش‌های افغانستان امروز و آینده را می‌سازد و از لحاظ هویتی مهم است هر دوی از این به پایان برسد تا ما به موضوعات بسیار بسیار اساسی که باید اول بحث میشد و روی میز اونا که ما طرفدارش هستیم روی میز باشه و صحبت شود که قطع جنگ است، آتش بس است، خاموش سازی تفنگ‌ها است. در مورد راستا تلاش داریم. از امروز به بعد وعده ما و همکارای ما خدمتانی است که بعد از هر مجلس کوتاه خدمتان می باشیم و از آخرین چیزایی را که قابلیت شریک ساختنش داره و نیاز به بحث است و شریک ساختن است اونا را هم برایتان شریک بسازیم. تشکر، روز همگی بخیر. امروز بازم ما مجلس خواد داشتیم انشالله و هر قدری که در اونجا انکشافات اتفاق بیفته شما را همچنان در جریانش قرار خواهد دادیم. تشکر. سوال به صورت چی نمیگیریم، سوالای دیگه را که این چیز روتینی است که پسر براتون میتیم امو اپدیت تصویر و چیزایی را که نیاز دارین رو بگیرین. سایر سوالا را همکارا هستن، خانم انوری است، طالب صاحب و زرمتای صاحب است. اونا را چیزایی که نیاز است افتاری کارت خدمتتون گفته شود. اگر نیاز باشه اونا رو میگن، در غیر صورت سلامت باشین. تشکر. چیز دیگه ضروری چیز دیگه ضرورت نور اساسی بحث ما مقاده د اوربند مسئله ده چې اوربند د موږ له خوانه ډیر مهم ده، د خلکو له خوانه مهم ده. خلک وار موږ ته ویلي دي پیامونه هر لحظه موږ ته رسیږي، نو هغه باندې هم لګیا یو، نو ان شاء الله ګورو چې څه کیږي. خدای مو ولر. تشکر. ما بحث‌های طولانی نزدیک 2 هفته داشتیم. پیشرفت‌های درس‌های مختلف وجود داره در ارتباط با دو موضوعی را که اساسی بوده برای ما، چون این دو موضوع را قسمی که خبر دارین شما، موضوع ارزشی ما است، مجموعه ارزش‌ها و چوکات ارزشی افغانستان امروز می‌سازه و در عین حال از ساختاری و هویتی برای مردم افغانستان به نهایت مهم است. از اون لحاظ اهمیت داره. ما زمانی که این موضوع قبل از وقت روی میز مذاکره آورده شد، از آغاز به دلیل اهمیتش روی از او دقت، با جدیت و با غور بیشتر و با حوصله بیشتر برش میپردازیم. طول ایموش کوشش هم دیگه که بحثونه دغه دو مسئله باندې خلاصي نن هم ان شاء الله مجلسونه به ولرو
تعهد مې همدا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو هغه اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنگ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي. نو کوشش هم دا ده د نه وروسته انشاءالله هره ورځ چې جلسه درلوده مشترکه جلسه تاسو په خدمت کې یو. همکاران او موږ ټول په دقت، په جدیت او په صداقت او په حوصلې باندې دغه پروسه کې ښکېل یو، کار ورباندې کوو او د خدای نه توفیق غواړو چې دغه پروسه ژر تر ژره خلاص شي. مننه.